در این دنیای فانی به یک ارزن نمی ارزد. تمام لذت دنیا به جان کندن نمی ارزد. مسخر گر شوی جمله زمینت همچون اسکندر، و زیر خشت اندر لحد نمی ارزد. ای برادر، دنیایی که تو اینقدر مشغول دنیای نماز قضا میشه پروا نداری. برای دنیا با پدرت قاری، با برادرت قاری، هیچ ارزشی نداره. اسکندر میگه تمام زمین مسخر شد، وقتی مردن دگو که دستای مرا تابوت بیرون گیره مردم ببینه که هیچی نبردم. دنیا را گرفتم که هیچی نبردم. مرگی به عزت، مرگی به آبرو، به کفن، به جنازه رنگینه اکی بگ مراد قدی خدا بگو نخلی جنازه نصیب ممکن که ملا بیای بالای سر در جنازه را بخونه، مردم از تمام گوشه و کنار بیان دعا کنن. 40 تا اهل علم، 40 تا مرد صالح در جنازه شرکت کنه، مستقیم جنت میره. دعا یا مستجاب خدا بگو نخلی نصیب میکنه. تمام لذت دنیا به جان کندن نمی ارزد. این دنیایی که امروز ای پشتی عیش اشرتی، ای پشتی مالی، وقتی جان میاد سکراتی مال، وقتی که میقفت خرطق حضرت از روی نفس بند میکنه، میگوی تمام مال من میتونم آسان کرد از اون.